میگن علوفه جو هیدروپونیک. توی مزارع آمریکا داره تبدیل به یکی از بهترین خوراک‌ها برای گاو و گوسفند میشه. روش درست کردنش خیلی ساده است. دونه‌های جو رو حدود 8 ساعت خیس می‌کنی. بعد یک دست توی سینی‌های بزرگی پخششون می‌کنی. جوری که ضخامتش حدود 2 سانت باشه. روزی چند بار روش آب اسپری می‌کنیم و فقط توی 7 روز یک فرش سبز و پرپشت در میاد که حدود 15 سانتی متر قد داره. و بهتر از همه گاوها هم میتونن کلش رو بخورن. وقتی سینی رو جلوشون میذاریم توی چند ثانیه میبینی که انگار هیچی توش نبوده. حالا چی باعث میشه که اینقدر خاص باشه؟ اول از همه از نظر تغذیه‌ای فوق‌العاده غنیه. نسبت به یونجه معمولی پروتئین و ویتامین بیشتری داره. واسه همین گاوهای شیری باهاش بیشتر شیر میدن. دوم اینکه خیلی به صرفه است. از حدود 1 کیلو بذر جو میتونیم 3 کیلو علوفه تازه و سبز به دست بیاریم. این یعنی صرفه جویی توی هزینه‌های دامدار. به جای اینکه کلی پول خرج خوراک آماده بکنن، با این روش کشاورزا هم وقت و هزینه‌شون کمتر میشه، هم دردسرشون. برای همینه که روز به روز دامدارای بیشتری دارن از این روش استفاده میکنن. ظاهرش انقدر خوبه که